برباد کردم. چیزی گناه کردم که ما کرزا فقط خونه ما هجوم میکنم. هر سال میخینی بچه ها تاسان چک شده موندگی لازان چک شده موندگی همش. وقتی سالداد خدمتانده دو سال میدم که صادقته من ایمارات کنم گفته نمیگم من اجاره و خانه قیلی بشیم صادقم نیست اینجا بنده. چند فرزند دارید؟ خانمم خدا براش منسخ. فرزندا چند تا ازن شما؟ فرزندا 4 تا بچه من یک تا سالداد خدمتانده 3 تاش پیش منده من همش تیار شده انداز بچه ها حاضر چند خانه سخت؟ یک تا خانه همش آسیب دیده بالاش به دوزدار درامده من هیچ جامعه هیچی نمانده تیوریزار هم حیمی و هم حیمی دوزدگی هیچ نیست. بابا نمی کرده کن کی خونه تا آمده با خبر شدید؟ یک روز جنگ بیاییم که میخوید اشت خورخت از خودمون برم بگوی که بکشتیم این همونه اگر نمی با خبر نوشتیم همش میسخت پجرمی تلفن میکنیم نمی بعد دارا تلفن شد نمی بیاد هیچ جا هیچ کس اینجوری هیچ کس یوره کش میاموندم به ما آمدیم دیدنی کریم من و یا بودن اینا قینی تا میشن؟ قطعی MCS آمدیم دیدنی کریم صورت ها و گرفتیم شما نبودید لیکن یک کرپتان سختاسگی بود. در حقیقت همین خانه من سختار به عمل آمدگی در وقت جنگ از طرف قرغیز ها من چه خیلی که میبینیتان شهروند محفوظ خان که در خانه قینیش همچون اجاره نشسته است به همین طریق من گفته ایستاده است. خب احتیاط کنید اپا جان.